اینجا من این لباس مکتبی، کرتا، بروک، کاستوم. بعد از اون که وای شد بهار شد، مردم خوجان یک بار همه لباس جمع میکنن و از نظر میگذارن و سال آینده نوش میخرن که مکتب. این لباس آدم ما میسپرن. اینجا مرکز خیر و سخاوت در شهر خوجند که به احتیاجمندان سر و لباس و دیگر لوازمات ها را رایگان میدهد. اشتراکی که میبینیم در اینجا مقدار لباس ها خیلی زیاد، برای که همون اندازه دکور، رنگ و یک فسانش انتخاب کردن. این یک بار دیدن دکور همشه جدا کردن دکور. اینجا اون نفری که میبینن یگانش دست خالی نمیبرن، حتما از داخل همه ها دکورش یافته میگیرن. ما محدودیت نمیکنیم، 2 تا گیرن، 4 تا گیرن، آرامت برن استفاده برن. مرکز را فعال جامعه نفقه‌خور نومان حسنوف سال 2016 با تشبث خود تشکیل کرده بود. برای دستگیری کردن قرش آسیب‌پذیر کم بضاعت پیشنهاد کردیم که در کمیته محلکی یک نقطه خیر احسان تشکیل کنیم که شخصانی که در خانه‌شان سر و لباس زیادتی دارند یا پای اعضا و اسباب انجام دارند، خداشان به این مرکز دسترس کنند. از این چیزی که دسترس شده قرش کم بضاعت بهره مند شوند. ماه اپریل سال 2016 همین اقدام را ما تشکیل کردیم. این کار 8 سال است که دوام دارد. مردم محلی سر و لباس و پایافزال و دیگر انجام نادرکاری خود را به این مرکز آورده می‌دهند. اول مساحت ما 16 متر کوادراتی بود، سانی کمتر 25 شد، باز من 150 متر کوادراتی. اینا پیشروی کو، پیش این قدر مقدار نبود، اینکه مردم نمیدونستن همه چیز بودیگیشه. من حاضر خداشون آمده لباسای شوشته درز ما کرده، خالطه‌های علایده برای کودکان علایده، برای میانسال‌ها علایده، پای افزال علایده، آهسته مانده میبرن که همین خیر و نیازمندان گیرد. این همین کاری که دیگه ما خودمون لذت میبریم. در این مرکز از صبح روز دوشنبه تا روز شنبه باز است و احتیاجمندان می توانند فرصت دلخواه آمده چیزی در کاری را انتخاب کرده رایگان بگیرند. بچه هم به همجه میبرم، لباس کفش میبرم، همش همجه پوشان داستیم. یک ماه به میبیم همین جب انجام آمای پوشانده بچه هم به گفته میبریم. وقتی مکتب شود دیگر بچه هم به همجه شکال نمیگیریم که بچه هم پوشد گفته. من خودم گوید اینجا اجاره به میشنم، شرایطم و از این مردکم خیلی چند سالی رسیه برفتگه. بعضی مغازه هایی که بارشان سودا نمیشد، آخری بارشان آدم جو میسپرن، لباس های نو، همین پای افزال نو آماده میسپرن. باز این زمان قطار میمونی چند تا نوش هم های ما وارد قطار میمونیم. پیشتر برای یک عائله ما میگفتیم که 3 عدد لباس گیرید، برای مقدار کم بودگیش به باز محدودیت نیست، چقدر تانود گیرد، فقط یک شرط که برده شستشوی کنند، برده نفروشد. میگویم که ما با مثال گریم بعضی خیلی چیزایی که اسباب انجام خانه دکور، پسود دکور و دکور، همون چیزای ما خرید کردن مانده، سونی تلفن کرده زنگ زده میگویم که همون گفتی شما چیز آمده برید. کلی اسکر میپرسن، گهواره میپرسن، نولیدی کلی اسکر میپرسن آمده. ما چند شما درست کرده تقدیم هم میکرده که خودمون که باید ضرور بیای نمیتوند. این چیزا همه رایگان. من 4 فرزندم های، 2 کیلم های، همجا انجام میپوشد. بچه‌ام کلان همینجا میپوشد. من شیم های من زمستان انجام های من خیلی کفشا های میگیرد بچه ها میپوشد. رحمت آدم آوردم ایتیاد یک تنیتا مهانم میگیریم، کیلم با میگیرم، بچه ها با نیوره هم با میگیرم، هم مخلص میگیریم بچه ها با نخی انجام. خدا ما با بچه ها و نیوره ها با همجا نمیخریم انجام، همجا میگیریم میپوشد. نومان حسنوف میگوید در شهر و ناحیه و دهه‌های دوردست کشور احتیاجمندان خیلی زیاد است و نه همه آنها به اینجا آمده میتوانند. ما خیلی مسکوس که ما کلوب ما اینجا مادیکوری کن میکنیم، اومده خیلی دکوچه هم که به لباس به انجام بدیم، اومده اینجا سوی به انجام شدیم، سوی به لباس شدیم، لباس میگیریم و مایکه میگیریم و پوپشی میگیریم و جمعی زمستان میگیریم، تابستان میگیریم.
به غاز همینجا دیگه ما دیگه نیست یگان جو شد نه دوشنبه دیگه نه کلوب نه دیگه شد همین توشک دخوجان بوده مسئولان این مرکز سالهای آخر بارها به شهر و ناحیه‌ها و دهه‌های دوردست ولایت سوخت و بیرون از آن به ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز نیز کمک روان کردند. بسیار لباس ها با باله هم زیاد شده رفتگی، خصوصا لباس های کودکانه خیلی زیاد شدن. ما اقدام گرفتیم که همین سر لباس ها رو خدا ما با نقلیات های آدمای خیرخواه سخاوتمند از حساب آنها همین سر لباس ها رو به ناحیه ها دسترس کنیم. خاصتا ما دسترس کردیم به ناحیه مسجد، سر روان کردیم ناحیه یوم. ما چند بار یاردم کردیم یک مکتب اینترنتی وایب دست یکی ما در ناحیه کوهستان مسجد. آینده با ما میخواهیم که همین محدود همین ولایت سوخت کردیم نیو حدود برایم از ولایت سوخت ناحیه ختلان به ما چند بار گسیل کردیم، ناحیه مرکزی جمهوری و تابع مرکز به گفتن که مرغا بفسانیم، ماشین تشکیل کنیم تا آدمی همراه میرفتگی ما بگیم بار کنیم پول همش خالی میکنیم یک ماه پول میشه همین مرکز ها در ناحیه ها تشکیل شود. اگر یکمش که ما همه چی میتونیم سر لباس دسترس کنیم اونجا یک اونجا متصدی در کار که همون قبول کند و اگر همین آدم پیدا شود بیاین ما تجربه کار ما نشون تیم از همین سر لباس ها تیم اولش ببرد همین کار تشکیل کند. اگر کرشی آسیب پذیر اهالی همین بهره میبرد کروسیم کم شده که ما دعوت میکنم که همین شخصانی که برای خودشان یا برای جامعه کار میکنن زیاد شوم. من خود انسان به طور یک شمی فروزان تصور میکنم که آن شم باید که به دیگران روشن دادنش در کار. انسان باید که کار کند که از وای یکسی دیگر بهره برد.